دوست گلم، ازت خواهش میکنم این آموزش ها رو پخش بکن، چون ممکنه به درد خودت یا عزیزانت بخوره. تو رو خدا از کنار این ویدیو ساده نگذر. میخوام چند تا آموزش ساده و سریع بهت بدم که اگر یه زمانی خدای نکرده مشکلی برای خودت یا عزیزانت پیش اومد، بدونی که تا رسیدن اورژانس چیکار بکنی. پس اینو برای بقیه هم بفرست تا اونا هم بتونن این آموزش ها رو ببینن. بریم که ببینیم. تو این آموزش فرض ما بر اینه که مصدوم ما هوشیاره و داره با ما صحبت میکنه یا داره آه و ناله میکنه. در وهله اول باید یادتون باشه که امنیت صحنه خیلی مهمه. اگر توی اون صحنه امکان وقوع حادثه یا انفجار وجود داره، باید سریعا مصدوم از اونجا دور کنید. اگر مصدوم رو نتونستید در اون لحظه که هست درمان بکنید، برای دور ساختن مصدوم از اون صحنه قبل از بررسی، یعنی قبل اینکه فرصت داشته باشی مصدوم رو بررسی بکنی، مجبوری از اون صحنه خارجش بکنی. دستاتون رو از پشت زیر بغل مصدوم بیارید و این ناحیه رو بگیرید و در راستای بدن به سمت عقب بکشید. یعنی شما مصدومتون که نشسته، میرید دستا رو از پشت زیر بغل میارید و روی سینه قفل میکنید و مصدوم رو در راستای بدن به سمت عقب میکشید، جوری که گردن مریض اینجا روی سینه شما قرار بگیره. این باعث میشه که شما در اون لحظه از وقوع انفجار و به خطر افتادن جون خودتون و مریض جلوگیری میکنید. خب حالا وقتی مریض رو از صحنه دور کردیم، یا اگر صحنه جوری بود که میتونستیم به مریضمون رسیدگی بکنیم، یکی از کارهای اولیه که میتونیم انجام بدیم اینه که خونریزی های فعال رو کنترل بکنیم. به چه صورت؟ اگر پارچه تمیز دم دستتون هست یا اگر پانسمان باشه که چه بهتر. مثلا اگر این ناحیه از دست بریدگی و خونریزی داره، شما میتونید پارچه رو بذارید روش و با دستتون فشار بیارید. یا اگر پارچه دومی دارید، پارچه اول رو بذارید و با پارچه دوم ببندید روی زخم رو و خونریزی رو کنترل بکنید. خب حالا که خونریزی مریض رو کنترل کردیم و مطمئن شدیم خونریزی فعالی وجود نداره، میخوایم مریضمون رو بررسی بکنیم. اول از نقاط حساسی مثل سر و گردن شروع میکنیم. استخوان‌های ستون فقرات رو ما لمس میکنیم و از گردن شروع میکنیم به سمت پایین‌تر. همه رو به این صورت دست میزنیم و میایم به سمت پایین و از مصدوم میخوایم اگر جایی احساس درد شدید کرد این رو به ما اطلاع بده. و بعد میریم سراغ اندام ها. توی اندام ها ما برای اینکه مطمئن بشیم اندام شکستگی داره یا خیر، در بیشتر اوقات لازمی که اون اندام رو با چشممون نگاه بکنیم. گاهی اوقات هم شکستگی متاسفانه انقدر واضحه که دیگه نیاز به نگاه کردن نیست، که در این صورت با اینکه شکستگی مشخصه، باز هم برای اینکه یه بخش ممکنه خونریزی توی اون بخش وجود داشته باشه، اون بخش رو ما با چشمامون ببینیم. حالا فرض میکنیم که دست مصدوم از این ناحیه آسیب دیده و ما میخوایم دستش رو آتل بکنیم و نذاریم اون آسیب بیشتر بشه، چون ممکنه استخوان‌های این ناحیه وقتی میشکنند تیز بشن و این تیزی باعث قطع شدن اعصاب و عروق بشه. ما برای اینکه یک عضو رو آتل کنیم به صورت اصولی باید مفصل بالایی، این ناحیه مفصل بالاش میشه اینجا جایی که دست ها میشه، و مفصل پایینی که میشه مفصل مچ رو فیکس بکنیم. یعنی آتل همیشه یه چیز فضایی نیست، میتونه یه چوب باشه، میتونه یه کارتون باشه، میتونه حتی یه کتاب باشه. برای آتلگیری ما آتلمون رو به اون اندازه انتخاب میکنیم که مفصل بالا و مفصل پایین رو فیکس بکنه. برای مثال من این آتل رو آوردم که این آتل دست هستش و میخوام دست رو فیکس بکنم. برای فیکس کردن دست مصدوم رو، دستی که ممکنه اینجوری افتاده و ما وقتی بلندش میکنیم از این ناحیه تا بشه، هم از پایین هم از بالا میگیریم و در یک راستا بلند میکنیم، یعنی اینجا و اینجا رو میگیریم، میاریم میذاریم داخل آتل. و این آتل حالا اینجاش یه چیز فلزی داره، نمیخوام از خود آتل استفاده کنم که شما ببینید. مثلا اگر این یک کارتون باشه، دست مصدوم رو میذاریم روش و شروع میکنیم به بستنش. میتونیم بالا و پایین شکستگی رو ببندیم، ولی اصولی ترش اینه که بالا و پایین مفصلا رو ببندیم، یعنی اینجا رو ببندیم و این ناحیه که مفاصل تکون نخورن. مثلا برای دست خب این آتل الان مشخصه، ولی من میخوام مثلا اینو یه کارتون در نظر بگیرم. شما مثلا اینکه آتلی ندارید، میذارید و بالا و پایین مفصل بالایی و پایینی رو فیکس میکنید. این میشه یک آتل صحیح. و برای پا هم همینطوره. اگر آتل پا
این آتل برای پا مخصوص پاست، ولی نمیخوام بازش بکنم. میخوام فرض رو بر این بگیرم که شما فقط یک کارتون دارید، یک تخته مثلا چوبی دارید. مثلا اگر استخوان ران شکسته، مفصل بالا میشه نزدیک کشاله و مفصل پایین میشه زانو. ما باید این دوتا مفصل رو فیکس بکنیم، یعنی آتل رو اینجا بذاریم، مثلا این یه تخته چوبیه و پایینتر که میشه پایینتر از زانو و این ناحیه بالاتر رو فیکس بکنیم. این میشه یه آتلگیری اولیه تا زمانی که اورژانس برسه و آتلگیری اصولی رو انجام بده. برای آموزش‌های بیشتر من آموزش‌ها رو، چون تو این ویدیو طولانی میشه، توی هایلایت براتون میذارم.